اعتدال آمدن وضع شهر و نواحی ولایت با اقدام رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان میرزان‌آباد علیشیر خدابردی از سنه 21 مارس سال 2022 در حدود ولایت علاقه اینترنتی کاملا برقرار می‌گردد. رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان میرزان‌آباد علیشیر خدابردی تاکید نمود که استفاده ثمرناک شبکه‌های اجتماعی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ولایت زمینه استوار گذاشته هر یک ساکن با اور و ناموس بدخشان باید آن را همچون واسطه مهم اطلاعی استفاده برد. پهن نمودن اطلاعات بر دروغ و اغواانگیز در شبکه‌های اجتماعی که باعث خللدار گردیدن صلح و ثبات و پس گردیدن شأن و شرف انسان می‌گردد مطابق قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان جوابگویی دارد. در جریان جلسه همچنین مسئله تعیینات کادری در مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت دیده برآمده شده با پیشنهاد رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان و فرمایش کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محمد یوسف اسدبکov با وظیفه سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستانی بدخشان تعیین گردید. اینچنین زیورشایف برکتشان نورعلی شایویچ با وظیفه اجرا کننده مدیر شعبه معماری و شهرسازی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت تعیین گردید. رئیس ولایت از رهبران نفتعیین دعوت نمود تا به اجرای وظیفه‌های خویش صادقانه خدمت نموده قبل از همه طلبات امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان را بابت رشد و نمای کشور به اجرا رسانده در آبادانی دیار همچون شخصان ارزنده سهم گذار گردند. اینچنین برای سهم ارزنده گذاشتن در تحکیم صلح و ثبات منطقه و پیشبرد سیاست دولتی معاون رئیس ولایت نیلوفر اسلمشایوه مدیر شعبه کار با زنان و عائله نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت پادشاه خانم عبدالرحمنووا مدیر شعبه عمومی دستگاه رئیس ولایت زینالما مبارکشایوه و صابرов غلامنبی مدیر شعبه دین تنظیم انعامه و جشن و مراسم در ولایت با مکافات پولی وزارت کارهای داخلی قدردانی گردیدند. برای همکاری سودمند و عملی نمودن غایه‌های سازنده حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان رئیس ولایت میرزان‌آباد علیشیر خدابردی با نشان سرسینگی و سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان سرفراز گردانیده شد. قید گردید که برقرارشوی علاقه اینترنت در عرفه جشن فرخنده ملی نوروز خجسته‌پی فعالیت بوده اطمینان می‌رود که ساکنان با اور و ناموس بوم جهان از این وسیله مهم علاقه تنها به خاطر بهبودی خانواده، جامعه و تاجیکستان عزیز استفاده خواهند برد.